خب توی این جلسه قرار هست با یک سری مفاهیم آشنا بشیم که در ادامه به اونها نیاز داریم و مقدماتی هست برای درک مفاهیمی که جلوتر با اون روبرو خواهیم بود، مخصوصا تو بحث IP آدرس و نکاتی که در موردش وجود داره. ما با این مقدمات سر و کار خواهیم داشت و اگر شما تسلط نداشته باشید نسبت به این مقدمات احتمالاً برخی از مفاهیم رو متوجه نخواهید شد. به خاطر همین نیاز دیدیم که توی جلساتی که داریم آماده می‌کنیم به این موارد هم بپردازیم که اگر حالا شما دانش آموز گرامی آشنا نباشید با این مفاهیم، اینها رو خوب یاد بگیرید که مطالبی که جلوتر می‌خوایم بهش برسیم رو کامل و دقیق یاد بگیرید. خب امروز قراره که ما به سیستم اعداد بپردازیم، مبنای 10، مبنای 2 و مبنای 16 و بریم 3 تا مفهوم بیت، بایت و اکتت رو هم با همدیگه یاد بگیریم. اولین سیستم اعدادی که میخوایم بهش بپردازیم مبنای 10 یا دسیمال سیستم هستش. سیستم عددی که همه روزه ما از اونها استفاده میکنیم. 10 تا رقم داره شامل 0 1 2 و حالا 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و نهایتاً 9. اعدادیه که ما در طول روز دائم داریم توی حساب کتابامون تو خیلی از موارد دیگه استفاده میکنیم. در واقع هر رقم در یک عدد مبنای 10 یک مقدار توان از 10 رو نشون میده. این یعنی چی؟ بذارید یه مثال براتون بزنم. ببینید این 543 یه عددیه که خب ما ممکنه در واقع استفادهش کنیم. اما یه چیزی برگردیم به دوران ابتدایی. اگر یادتون باشه تو دوران ابتدایی ما جدول اعداد داشتیم، یکان، دهگان، صدگان، هزارگان، موارد این چنینی. یادتون میاد؟ صدگان یعنی چی؟ یعنی 100 اگه بخوایم تو مبنای 10 بنویسیمش یعنی 10 به توان 2، درسته؟ یا 1000 رو اگر بخوایم بنویسیم بر اساس 10 اگه بخوایم بنویسیم میشه 10 به توان 3. حالا ما بیایم اینجا این 543 پنجش 100 تاییه یعنی 10 به توان 2، یا 4ش 10 تاییه یعنی 10 به توان 1 و این 3 یکیه یا 10 به توان 0. هر عددی به توان 0 میشه چند؟ 1. حالا بیایم یه کاری کنیم. این 5 رو ضرب در 10 به توان 2 کنیم. 10 به توان 2 میشه 100، با این 5 میشه 500. درسته؟ و 10 به توان 1 میشه 10، با این 4 اگر ضرب کنیم میشه 40. و 10 به توان 0 که میشه 1، در این 3 ضربش کنیم میشه 3. حالا بیایم یه کاری کنیم. این اعداد رو با هم جمعش کنیم. میشه 500 با این 40 540 با این 3 میشه 543. حالا شما بیاید این عدد رو حساب کنید برای ما، مثلا 9206. بیاید این رو حساب کنید با همین شیوهی که من گفتم. بیاید با همین شیوه این رو حساب کنید. این میشد مبنای 10 یا دسیمال سیستم. اما قراره که بریم سراغ مبنای 2 یا باینری سیستم که خب باینری در واقع سیستمی هستش که کامپیوترها از اون استفاده میکنن. 2 تا رقم هم بیشتر نداره. ما دسیمال 10 تا عدد داشتیم، اما باینری 2 تا عدد داره، یا 0 یا 1. و نکته‌ای که وجود داره هر رقم یا اصطلاحاً بهش میگن بیت نشان دهنده یک توان از 2 هستش. مثلا چی؟ مثلا این رو در نظر بگیرید. یک عدد باینری هستش، یا 0 میتونه باشه یا 1 دیگه. ما این عدد رو گذاشتیم. 4 تا خونه در نظر گرفتیم، 4 رقم داره این عدد باینری ما. رقم 1 0 1 و 1. حالا میخوایم بیایم این رو بررسی کنیم. میگیم هر رقم نشان دهنده یک توان از 2. یعنی مثل اونجایی که ما گفتیم 10 به توان 0 10 به توان 1 10 به توان 2، اینجا هم همینه. این میشه 2 به توان 0 2 به توان 1 2 به توان 2 و 2 به توان 3. ما به همین شکل حالا هر چی داشته 2 به توان 4 2 به توان 5 تا الی آخر. این میشه ارزش گذاری که
ما براش داریم. حالا یه نکته، ما میخوایم این عدد باینری که اینجا داریم رو ببریم توی مبنای 10. یعنی این عدد 1 0 1 1 رو میخوایم ببینیم تو مبنای 10 به چه شکلیه. چیکار میکنیم؟ میایم هر بیت رو به ترتیب در توان 2 که اینجا نوشتیم ضرب میکنیم، مقادیر رو با هم جمعش میکنیم. خب 2 به توان 0 میشه 1، 1 در 1 میشه 1 به علاوه 2 به توان 1 2 در 2 2 به توان 1 میشه 2 در 1 میشه 2. 2 به توان 2 میشه 4، 4 ضرب در 0 میشه 0 و 2 به توان 3 میشه 8 و 8 ضرب در 1 میشه 8. 2 با 8 با 2 میشه 10 با 1 میشه 11. پس این عددی که اینجا تو مبنای 2 یا توی سیستم باینری داریم معادل عدد 11 توی سیستم در واقع دسیمال هست. حالا بیایم یه عدد دیگه ای رو مثال بزنیم. مثلا این رو ما میخوایم ببینیم تو مبنای 10 یا در واقع به شکل دسیمال چجوری خواهد بود. میایم می‌نویسیم 2 به توان 0 2 به توان 1 2 به توان 2 2 به توان 3 و 2 به توان 4. خب 2 به توان 0 میشه 1، 1 ضرب در 0 میشه 0. 2 به توان 1 میشه 2 در 1 میشه خود 2. این صفرش رو دیگه ننوشتم. 2 به توان 2 میشه 4، 4 ضرب در 0 خب میشه 0 نمی‌نویسیمش. 2 به توان 3 میشه 8، 8 ضرب در 1 8 به علاوه 2 به توان 4 میشه 16، 16 ضرب در 1 میشه 16. 16 به علاوه 8 24 و با 2 جمع میشه 26. پس این عددی که ما اینجا نوشتیم یه عدد باینری یا مبنای 2 بود. حالا اومدیم تو مبنای 10 هم حسابش کردیم، شد عدد 26 به این شکل. حالا یه سوال، ما اگر بخوایم یه عدد تو مبنای 10 رو تبدیل کنیم به یک عدد تو مبنای 2 باید چه کار انجام بدیم؟ خب من میخوام عدد 34 رو که یک عدد تو مبنای 10 یا دسیمال هست رو ببرم تو مبنای 2 یا باینری. کاری که باید انجام بدم اینه که باید بیام عدد رو تقسیم بر 2 کنم، باقی ماندهش رو در نظر بگیرم و این تقسیم رو تا زمانی که خارج قسمت من 0 میشه ادامه بدم و باقی مانده ها رو نهایتا از پایین به بالا بخونم. یعنی چی؟ من میام تقسیم بر 2 میکنم. خب 34 تقسیم بر 2 میشه چند؟ 17. 17 هم ضرب در 2 میشه 34 میشه 0. خب خارج قسمت هم 0 شد؟ نه، ادامهش میدم. 2 تقسیم بر 2 2 8 تا 16 تا میشه 1. ادامه میدم، خارج قسمت هم 0 نیست. تقسیم بر 2 2 4 تا 8 تا میشه 0. تقسیم بر 2 2 2 تا 4 تا میشه 0. با خارج قسمت هم همچنان در واقع 0 نشده. 2 1 2 تا 2 تا و 0 هنوز 0 نشده و میام. آیا 1 تقسیم بر 2 میشه؟ نه. 2 ضرب در 0 0 و 1. الان خارج قسمت هم شده 0. اینو در نظر نمیگیریم و از اینجا باقی مانده ها رو شروع میکنیم به نوشتن. میشه 1 0 0 0 1 و 0. اگر عدد 34 رو ما بخوایم تو مبنای 2 بنویسیم میشه به این شکل. پس این رو مد نظر داشته باشید. اگر یه عدد دسیمال رو بخوایم به شکل باینری بنویسیم کافیه که بیایم اون رو تقسیم بر 2 کنیم، باقی ماندهش رو در نظر بگیریم و این تقسیم رو تا زمانی انجام بدیم که خارج قسمت ما 0 باشه و بعد میایم باقی مانده ها رو از پایین به بالا یادداشت میکنیم و این میشه نتیجه کارمون. خب این هم شد مبنای 2. اما سیستم بعدی مبنای 16 یا هگزادسیمال هست. سیستمیه که 16 رقم داره. یه بار دیگه مرور کنیم.
سیستم دسیمال 10 رقم داشت، باینری 2 رقم و هگزادسیمال 16 رقم داره که خب شامل اعداد 0 تا 9، شامل اعداد 0 تا 9 و حروف A تا F رو شامل میشه. یعنی اینا هم به عنوان یک رقم شمارش میشه و هر رقم نشان دهنده یک توان از 16. تو دسیمال هر رقم نشان دهنده یک توان از 10 بود، تو باینری هر رقم نشان دهنده یک توان از 2 و اینجا هم هر رقم نشان دهنده یک توان از 16 هستش. یه جدولی داریم ما اینجا اومده در واقع هر عدد رو معادلش رو توی مبنای 2 توی باینری و توی هگزادسیمال و توی دسیمال آورده. ببینید توی خب دسیمال 0 1 2 3 خب اینا اعدادی که ما آشنا هستیم. توی هگزادسیمال 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E و F. یعنی چی؟ این F رو شما در نظر بگیرید. F تو مبنای هگزادسیمال به این شکل داره. خب اما تو مبنای دسیمالش معادل 15 هست و تو مبنای باینری به این شکل 4 تا 1 هست که خب حالا ما یک سری توضیحات رو می‌خوایم در مورد اینکه تبدیل مبنای هگزادسیمال رو می‌خوایم بهتون بگیم. یا مثلا ای رو ببینید، ای مبناش توی دسیمال 14، دی 13، سی 12، بی 11 و ای معادل 10 توی مبنای دسیمال هست. حالا تو باینری هم که ما میتونیم در موردش صحبت کنیم. اما اگر ما بخوایم یک عدد هگزادسیمال رو به شکل دسیمال در بیاریم، باید هر رقم رو در توان 16 ضرب کنیم و مقادیر رو با هم جمع کنیم. مثلا ما یه عدد هگزادسیمال داریم F 2F. خب این میشه 16 به توان 0، این میشه 16 به توان 1. اگر یادتون باشه F تو مبنای دسیمال معادل چند بود؟ F 15، درسته؟ حالا بریم اینجا. خب 16 به توان 0 میشه چند؟ 1 در F که بود 15 ضرب میشه. حالا 16 به توان 1 میشه 16 ضرب داره 2 توی مبنای دسیمال همون 2. حالا 15 ضرب در 1 میشه 15، 16 هم ضرب در 2 میشه 32 و 15 به علاوه 32 میشه 47. حالا ما میخوایم عدد دسیمال رو تبدیل به هگزادسیمال کنیم. یه عددی که داریم تو مبنای 10 میخوایم تبدیلش کنیم به مبنای 16. کاری که باید انجام بدیم اینه که عدد رو تقسیم بر 16 کنیم، باقی مانده ها رو یادداشت کنیم و این کار رو تا زمانی ادامه میدیم که خارج قسمت ما 0 بشه و باقی مانده ها رو از پایین انجام میدیم. این کی اتفاق میفته؟ کجا دیدینش؟ مشابه زمانیه که ما یه عدد دسیمال رو میخواستیم تبدیل کنیم به عدد باینری. اونجا تقسیم بر 2 میکردیم، اینجا تقسیم بر 16 میکنیم. خب فرض کنید عدد ما 254 و میخوایم تبدیلش کنیم به مبنای 16 هگزادسیمال. میایم اون رو تقسیم بر 16 میکنیم. خب خارج قسمت ما ابتدا میشه 15. دیگه این تقسیم ها رو شما توی ابتدایی خوندید. باقی مانده میشه 14 و 15 چون خارج قسمت ما 0 نیست ادامه میدیم و 15 چون تقسیم بر 16 نمیشه خارج قسمت میشه 0. اینجا میشه 0 و 15 و چون خارج قسمت 0 شده اینو در نظر نمیگیریم. باقی مانده ها رو از پایین به بالا میایم می‌نویسیم. حالا این 15 تو مبنای 16 چی بود؟ عدد F بود، درسته؟ و 14 چی بود؟ عدد E. خب ما از پایین به بالا بخوایم بنویسیم میشه F E. خب اما برای دو تا تبدیل بعدی نیاز به این جدول داریم. اگر ما بخوایم یه دونه عدد هگزادسیمال رو به باینری تبدیل کنیم، کاری که باید انجام بدیم هر رقم هگزادسیمال رو باید جداگانه به معادل 4 بیتی که توی باینری وجود داره تبدیل کنیم و تمام این 4 بیت رو کنار هم قرار بدیم.
مثلا ما یه دونه عدد هگزادسیمال داریم 1 A 3. خب باید از این جدول بیایم کمک بگیریم. خب این توی هگزادسیماله، معادلش توی باینری این هست، یعنی ما میایم این رو می‌نویسیم 3 0 1. A معادلش توی باینری این هست 10 10. این رو هم می‌نویسیم و سم معادلش توی باینری میشه 2 0 11. خب این شد معادل باینریش. حالا اگر ما بخوایم یه عدد باینری رو تبدیل کنیم به هگزادسیمال، برعکس این اتفاق میفته. یعنی اعداد باینری رو ما باید به گروه‌های چارتایی تقسیم کنیم، از این جدول کمک بگیریم و کار رو پیش ببریم. مثلا من یه عدد دارم به این شکل، میام تقسیم بندی میکنم، این 4 تا، اینم 4 تا و این 4 تا. میام اینا رو تو این جدول پیدا میکنم. خب این میبینم معادل F توی هگزادسیمال، این معادل E هست و این هم معادل E هستش. خب اگه ما بخوایم این عدد باینری رو تو هگزادسیمال بنویسیم میشه E F. خب به این شکل که خب کار زیاد سختی نیست، فقط نیازمند توجه به این جدول هستش. نکته‌ای که وجود داره، ما هگزادسیمال رو توی مک آدرس و آی پی ورژن 6 نیاز داریم، به خاطر اینجا اشاره کردیم. اما علاوه بر اون برای نمایش آدرس‌های بزرگ توی کامپیوتر استفاده میشه. مثلا توی طراحی وب ما برای نمایش رنگ‌ها توی HTML و CSS هم از همین در واقع هگزادسیمال استفاده میکنیم. و یک زبانی داریم، زبان سطح پایینی هست اسمبلی، که توی اون هم از همین در واقع مبنای هگزادسیمال استفاده میشه. این هم از این نکته. خب بیایم یه سری تمرین بهتون بدیم. ازتون میخوام این عدد هگزادسیمال 3 E 8 رو به مبنای دسیمال تبدیل کنید و عدد دسیمال 1023 رو به هگزادسیمال تبدیل کنید و عدد باینری این رو هم به هگزادسیمال تبدیلش کنید. این سه تا عدد رو، این رو پس باید به مبنای دسیمال تبدیل کنید، این عدد دسیمال رو به هگزادسیمال و این عدد باینری رو به هگزادسیمال تبدیل کنید و خب این جدول رو هم مد نظر داشته باشید. اما بریم ادامه کار. یه مقدار نکات جدیدتری رو هم خدمتتون بگیم. با سه تا اصطلاح بیت، بایت و اکتت میخوایم آشنا بشیم. ببینید کامپیوترها با مدارهای الکترونیکی کار میکنن. مدار الکترونیکی هم دو تا حالت دارن، روشن و خاموش. بنابراین سیستم باینری برای پردازش اطلاعات بسیار مناسبه. حالا بیت کوچکترین واحد ذخیره سازی داده در کامپیوتر هاست. هر بیت هم در واقع دو تا مقدار میتونه داشته باشه، یا 0 یا 1 هستش که خب ما در مورد سیستم باینری صحبت کردیم. این دو تا مقدار هم نشان دهنده خاموش یا روشن بودنه، که حالا مثلا اگه بگیم 1 بیت مساوی 0 یعنی خاموش، اگه 1 بیت مساوی 1 یعنی روشن. اما مورد بعدی بایت هست. هر بایت شامل 8 بیته. میگه اگر 8 تا بیت رو ما کنار هم قرار بدیم، 1 بایت رو برای ما میسازه. اگر 1 بایت رو به 8 خونه تقسیم کنیم، هر خونش 1 بایت، 1 بیته. هر بیت هم میتونه 0 یا 1 باشه. الان اینجا ببینید با این 8 تا به 8 خونه تقسیم شده. هر خونش هم یا 0 یا 1، یعنی چیز دیگری نذاشته داخلش. اولی 1، بعدی 1 0 0 1 1 0 و 1. خب این عدد باینریه. حالا یه تمرینی هم اینجا ما به شما بگیم. این عدد باینری رو شما تبدیل کنید به دسیمال. شیوهش رو هم گفتیم دیگه. اینجا به ترتیب میشه 2 به توان 0، 2 به توان 1، 2 به توان 2 تا انتها که میشه 2 به توان 7. چون 8 خونه داریم آخرش میشه 2 به توان 7. اگر یادتون باشه ما گفتیم دیگه به چه شکلی این عدد باینری رو تبدیل کنید به یک عدد دسیمال یا 10 تایی. این رو پس انجام بدید حتما. اما مورد بعدی اکتت هست. اکتت دقیقاً مثل بایته و به 8 تا بیت اشاره داره. معمولاً اکتت رو ما تو دنیای شبکه و بحث آدرس دهی
IP استفاده میکنیم. این یه IP هستش، دیدید احتمالاً توی کانفیگ کردن مودمتون این رو احتمالاً دیدید، 192 168 1 و 1. ما به هر از 4 بخش تشکیل شده دیگه، این یه بخشه، اینم یه بخش، اینم یه بخش. ما به هر کدوم از این بخش ها یک اکتت میگیم که در واقع معادل 8 بیت هستش که خب این رو خدمتتون عرض کردیم. حالا چرا از اکتت استفاده میکنیم به جای بایت؟ تو سیستم‌های قدیمی بایت ممکن بود که کمتر یا بیشتر از 8 بیت باشه. حالا برای شفافیت توی شبکه‌ها به جای بایت از اکتت استفاده میکنیم چون همیشه معادل 8 بیت هستش. حالا چرا اینا مهم بود؟ چرا ما گفتیم؟ اول اینکه بیت پایه‌ترین واحد اطلاعات توی کامپیوتر، بایت نشان دهنده حجم اطلاعات، مثلا توی حافظه یا فایل ها کیلوبایت، گیگابایت، اینا رو احتمالاً دیدید. و اکتت هم که گفتیم تو آدرس دهی آی پی استفاده میشه. گفتیم مثلا یه آی پی 192 168 1 از 4 بخش تشکیل شده، هر بخشش هم یک اکتت هستش. خب احتمالاً یه مقدار سردرگم و گیج شده باشی چون محتوا خیلی زیاد بود. ازتون میخوام که اگر متوجه نشدی حتما ویدیو رو از اول نگاه کنید و این مفاهیمی که گفتیم رو خوب به ذهنتون بسپارید و اعداد باینری، اعداد دسیمال، هگزادسیمال رو خوب یاد بگیرید که وقتی قرار آی پی ها رو با هم کار کنیم این مسائل خیلی مهم خواهد بود برای ما. و چون فکر میکنم که خیلی از شما آشنا نبودید با بحث حالا بیت و بایت و اکتت یا آشنا نبودید با سیستم های اعداد، این نیازمندی رو احساس کردیم که این ویدیو رو ضبط کنیم و شما هم حتما دوباره و چند باره این ویدیو رو تماشا کنید. امیدوارم که از این محتوا لذت برده باشید.